حالتون چطوره؟ در این مکان بعدا آشنا میشیم. ویدیوی جدیدی در اینجا خواهم گرفت. امروز اومدیم با یه مود جدید، مود پلیس شدن. بریم سراغش. Let's go. خب دوستان، داشتم میگفتم ما وقتی مودی که براتون تو کانال تلگرام گذاشتم که همین الان ساخته بودم الان گذاشتم و آموزش نصب بهتون یاد میدم. با دقت گوش کنین دوستان. اینجا من یه دونه اومده را اگه بریزین جلو اداره پلیس یه دونه سیجه علامت میاد. خب شما باید برین اونجا. حالا من میرم اونجا، ویدیو رو براتون شروع میکنم. 2000 years later. دوستان نزدیک اداره پلیس هستیم. اینم اداره پلیس و علامت CJ. ما میریم الان اینجا. وقتی که رسیدیم به جلوی اداره پلیس یه دونه علامت قرمز است. خب علامت قرمز رو میبینین. وقتی میرین روی این علامت قرمزه یه دونه هست اسکین رو میزنین. پلیس لس سانتوس، پلیس LA، پلیس SF، پلیس LV. بعدم سوات و FBI و آرمینا هستش، سربازی. حالا هر کدوم خواستین. تو حالا ما تو لس سانتوسیم، من لس سانتوس رو میزنم. بعد اینجا یه دونه دکمه هست به نام پاوره رو میزنین، میان یه پایین تر. اینجا موتور یا ماشینتون رو انتخاب میکنی که من رنتر رو انتخاب میکنم. بازم پاور رو میزنین. بعدش آخری رو انتخاب میکنین. بعدش هم اینجا یه دونه علامت سبز میاد. وقتی این علامت سبز رو بزنین یه دونه علامت قرمز تو نقشه براتون میاره که اونجا کسایی که وانتد دارن، یعنی جرمی انجام دادند، شما میرین اونجا میکشینش و بهتون پول اضافه میشه. حالا من برم اونجا ویدیو رو شروع میکنم. خب حالا ما رسیدیم نزدیکش. اینجاست. خب وقتی میرسیم پیش اینطوری یه نفر است که باید اینو بگیرین یا بکشینش. میریم پیش طرفه، دستگیرش میکنین و تمام. میای اینجا. خب یه ثانیه وایسین. ببینید یه دونه اینطوری ایم میگیرین روش، میایم پیشش یه دونه اینطوری ایم میگیرین و میکشینش. تمام. حالا میشینین تو ماشینتون، دوباره این علامت سبز رو بزنین، میتونین بریم مراحل بعدی دستگیر کنین اون یکی ها رو. اینم دومین جا. الان نگاه میکنین این مجرما هستن، دارن به ما تیر میزنن و ما بیایم اینا رو دستگیر بکنیم. وقتی میزنین روش ایم میگیرین و تمام. همین. خب بچه ممنون شد ویدیو رو تا اینجا دیدیم. حالا میریم سراغ آموزش نصب مود. بزن بریم. وقتی میرین تو کانال تلگرامم و آیدی تلگراممو گذاشتم توی کامنت ها، برین حتما عضو بشین. وقتی میاین تو کانالم اینجا یه دونه پایینش پلیس مود هست، پلیس مود GTA اندروید زیپ. اینو یه دونه میزنین اینجا. بعدا ذخیره در دانلود ها، بعدا میزنین روش. اینو دقت بکنین، زد آرشیور باز میکنین. خب اینجا ما پلیس مود من از قبلا دانلود داشتم. ببینید اینو ولش کن، اینو اصلا حذفش میکنیم. ما با این 3 تا کار داریم. خب 3 نقطه رو میزنین و اینا رو کپی میکنین. بعدش اینو میزنین، کپی رو میزنین. خب میاین عقب. قشنگ دقت کنین. اندروید دیتا، میاین پایین، GTA تون رو پیدا میکنین. GTA و اینجا همین علامت. My name is Walter Hartwell White. من هاشمی ام.